هلو گایز، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. خب گایز، اومدیم که بریم تنظیمات گرافیکی این سیزن بتل رو بهتون بگم که خیلی هم به جذاب شدن حالا ویدیو کمک میکنه، هم برای حالا دقیق تر زدن انمی هم خیلی مهمه، چون بتونید شما همون لحظه انمی رو ببینید و ریاکشن بدین. خیلی مهمه. خب بریم تو تنظیمات و خب ببینید اینجا باید کاستوم رو انتخاب کنید، چیز دیگه انتخاب نکنید. کاستوم میزنید و رنگ‌های مختلف داره همونجوری که میبینید، ولی پایش بهتره که مثل من روی قرمز بذارید. هیوش هم بذارین روی همون حالا صفر باشه بهتره، یعنی همون یک. تینتش هم که همون بهتره که چیز باشه، اسمش چیه، تقریبا بین حالا یک تا حتی مثلا 12 13 میتونیم بذارین. حالا من اینجا دوباره مثلا 2 3 گذاشتم. بعدی رو خب حالا روشنایی صفحه است که خب خیلی هم یعنی که خیلی چششون نزنه، بهتر رو همون بین 70 تا 80 بذارین. برایتنس یا همون روشناییش هم بین حالا 40 تا 50 اینطورا بزنین و سیوش کنید. سیوش که کنید ببینید چقدر حالا گرافیک بازیتون خوب شده. و اینم دقت داشته باشین که حالا رزولوشن و اون فریم ریت رو باید مدیوم بذارید. میبینید مدیوم، حالا اون اولترا رو میتونید کمتر بذارید. بعد میریم پایین تر. خب توی بتل رویال اون گزینه که الان من آنش کردم رو، یعنی همون شادو رو اگر آنش کنیم میبینید که اسکین من سایه داره. من میگم خاموشش کنید که حالا تمرکزتون بمونه برای انمی و ممکن اینجوری گیج بشین، حالا بازم به خودتون بستگی داره. بعد دوباره میریم تو ستینگ. حالا یه ذره میریم پایینتر همون تو مولتی پلیرش. میگم اینا رو دوباره آف کردم همینا رو. مولتی پلیرش هم که دست نمیزنید و همینه. میریم پایینتر میرسیم به چیز سوپر رزولوشن. سوپر رزولوشن اگر آن کنید خیلی بهتره، چون صفحه نمایش گوشیتون خیلی روشن‌تر میشه و روون‌تر میشه، ولی به گوشی هم بستگی داره دیگه. دیگه دوباره حالا میتونید دوباره الان وارد ستینگ بشین، برین تا آخر دیگه. همین سوپر رزولوشن که گفتم آن باید باشه. دمیج ویبریشن رو اصلا آن نکنید، خیلی چیز مزخرفیه، حتما آفش کنید. دیگه چیزایی که میخواستم بهتون بگم، در مورد حالا افکت شات های بتل رویال که حالا افکتش چجوری باشه. افکتش حالا افکت شات، منظورم همون حالا رنگ ضربایی این شاتایی که شما میزنید. برای این نیازه که بیاین تو قسمت افکت، بعد حالا اونجا سمت راست افکت استایل مختلف افکت رو دارین که من رو کلاسیک چیز گذاشتم، کلاسیک گذاشتم، حالا اسمش نمیدونم چی بود. کلاسیکش به نظرم بهتر. حالا اون یکی هم که الان گذاشتم اونم بد نیست، ولی یه چیزی که خیلی حالا بزرگ نباشه که انمی رو نتونید ببینید، دمیج میدین نبینینش. دیگه حالا میریم تو قسمت رنگ، یعنی همون افکت و رنگ شاتا. ببینید بهترینش زرد، آبی، سبزه. میتونین هم رو رنگ خون یا همون بلود بذارین، یعنی هم قرمز، ولی من حالا همجوری رو آبی گذاشتم.
اینم که برای حالا هیت هانتاست و حالا اون ضربه‌ای که از دور، یعنی از لانگ شات ها بهتون وارد میشه رو میتونید تغییر بدین که من همون آبی گذاشتم. اینم تیریدیه، تیریدیش هم رو قرمز بهتره بذارین. دیگه همین دیگه، چیز خاص دیگه نمیمونه. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین. این هم قسمت آدیو هم که موزیک ولومش که همون برای موزیکه. یه دونم SFX داره که اون برای صداتون تو بازیه، اون هم میتونید کم و زیاد کنید. دیگه گفتم که همین دیگه، اینم از آموزش امروز. اگه خوشتون اومد حتما لایک، ساب، زنگوله کنارش فراموشتون نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.